پدر همراه پسرش در کوچه های پر از مردم استراحت میکردند. پسر بسیار به زنها نگاه میکرد و چشمانش را از زنهای کلان سال نمیکند. در این رفتار پسر پدر حیران شد و اهمیتش نداد. پسرک به پیش پایهایش هم نگاه نمیکرد چون که چشمانش را از زنها نمیکند. و پدر از این کار در تعجب افتاد. صبرش لبریز شد و پسرش گفت برای چی تو اینقدر به زنها توجه زیاد میکنی؟ از چشمان پسر اشک غم ریخت و گفت پدر جان، برای آنکه من از خرد سالی مهر مادر را ندیدم. در این جوابی پسر از چشمان پدر به اختیار اشک جاری شد و گفت پسر، امروز به عیب من تو خاری، به تار موی مادر آه زاری. عزیزان قدر مادر را بداند، کی به مادر نمیدانی کی داری. شرف جان زاکری، دستگیری شما پیشروی.